سلام بچه‌ها، من آهنگ هستم. This is Project D with Page Grammar Edition. قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. ویدیوهای ما رو با کسایی که براشون مفیده شیر بکنید. لینک اینستاگراممون هم زیر میاد. لطف کنید ما رو فالو بکنید. امروز می‌خوایم بریم سراغ حل تمرینات مربوط به زمانهای past perfect, simple and continuous. ویدیوهای توضیحات اصلی این نکات گرامری اینجا براتون میاد. پیشنهاد می‌کنم اول اون ویدیوها رو ببینید و بعد برید سراغ حل تمریناش. خب براتون اول 2 تا مثال آوردیم که با هم یه مرور کلی این نکته گرامری رو بکنیم و بعد بریم سراغ حل تمرینات. جمله اول I had to have a break. I had been driving so long. ما برای past perfect به 2 تا اتفاق نیاز داریم که در گذشته پشت سر هم افتادن و تموم شدن. اتفاقی که اول و زودتر میفته رو به شکل past perfect استفادهش میکنیم و اتفاق دوم که دیرتر افتاده رو past simple براش میاریم. اینجا میگه که من احتیاج داشتم که استراحت بکنم. من برای یه تایم طولانی داشتم رانندگی میکردم. اتفاقی که اول و زودتر افتاده این بوده که در حال رانندگی کردن بودم. برای همین past perfect میاریم که had plus past participle form of verb، یعنی had به اضافه been و به خاطر اینکه رانندگی کردن در حال وقوع بوده از continuous form استفاده میکنیم. I had been driving. اتفاقی که دوم در حال پیش اومدن بوده هم احتیاج به استراحت بوده. پس have to تبدیل به had to میشه. past simple I had to have a break. مثال بعدی Before we parked our car, we had collected the ticket. قبل از اینکه ماشینمون رو پارک بکنیم، بلیط رو گرفته بودیم. خب بچه‌ها، وقتی before داریم، باید یه ذره حواسمون رو جمع بکنیم چون نشون میده که 2 تا اتفاق پشت سر هم داره پیش میاد. اتفاقی که اول افتاده این بوده که ما تیکت رو گرفتیم و اتفاق بعدی این بوده که ماشینمون رو پارک کردیم. برای همین had collected, had plus past participle form داریم و parked our car که past simple. خب بریم سراغ تمرین اول یک پرسش و پاسخه. سوال پرسیده که when did they finish the house؟ اونا کی ساختن خونه رو تموم کردن؟ توی پرانتز داریم after build it for a year. خب ما در جواب میخوایم بگیم که اونا ساختن خونه رو وقتی تموم کردن که بعد از 1 سال در حال ساختن اون بودن. پس اتفاقی که زودتر پیش اومده این بوده که 1 سال در حال ساختن اون خونه بودن و اتفاق دوم میشه تموم شدن خونه. پس میگیم they finished the house past simple after they had been building it for a year. اینجا past perfect continuous استفاده میکنیم به خاطر اینکه میگه در طول 1 سال مشغول ساختن این خونه بودن. had رو که داریم برای past perfect been ثابته و build تبدیل به building میشه. تمرین بعدی یه سوال و جواب دیگه است. سوال Why didn't she eat anything؟ چرا اون هیچی نخورد؟ Because have lunch. میخوایم بگیم که اون هیچی نخورد چون ناهار خورده بود قبلاً. پس اتفاق اولمون اینه که ناهار خورده بود و اتفاق دوم اینه که چیزی نخورد. پس میگیم she didn't eat anything past simple because she had به خاطر اینکه برای past perfect had ثابته. have lunch که فعل اصلی مونه تبدیل به past participle میشه که past participle have میشه had. she had lunch. بچه‌ها یادتون باشه که ما این مثال رو برای این آوردیم که حواستون باشه که توی این شرایط با اینکه ممکنه یه ذره نامنوس به نظر برسه ولی 2 تا had کنار هم میان. تمرین بعدی بازنویسی 2 تا جمله است. I read the book. من کتاب رو خوندم. I didn't want to read it again. من نمیخواستم رو دوباره بخونم. خب اتفاقی که اول افتاد این بود که من کتاب رو خوندم و اتفاق دومی بود که دیگه نخواستم دوباره بخونمش. برای همین میگیم I didn't want to read the book again because I had read it before. اتفاق اول past perfect میاد. had plus past participle form of verb. تمرین آخر هم یه بازنویسی دیگه است. After swimming all day they were hungry. بعد از اینکه تمام روز شنا کردن گرسنه بودن. خب ما اینجا after رو داریم که احتمالاً نشون دهنده 2 تا اتفاق پشت سر همه. باید حواسمون رو جمع بکنیم. خب اتفاقی که اول میفته اینه که تمام روز شنا میکنن و بعد اتفاق دوم اینه که گرسنه‌شون میشه. پس گرسنگی رو با past simple میاریم. They were hungry because
اینجا swimming حالت continuous داره چون یک بازه زمانی رو نشون میده، پس ما باید از past perfect continuous استفاده بکنیم. had been که ثابته و swimming. They had been swimming all day. خب بچه‌ها اینم از حل تمرین مربوط به این اپیزود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ویدیوهای ما رو با کسایی که براشون مفیده شیر بکنید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و تا حل تمرین بعدی stay tuned.